سلام برعکس یوتیوب، سوال اختصاصی هستم با یه مهمون به اسم پیامبر یا امام علی. کدوم بود؟ امام بود فکر امام علی. و اینم یادگار علی، ولی ایشون فیزیک میخونه و داره دکترا میگیره توی آلمان یا انگلیس؟ آلمان. الان یه چیز خیلی جالب گفتی مایکروفون چجوری کار میکنه. من انقدر برام جالب این موضوع که اصلا نمیتونم بفهمم، یعنی انقدر دوست دارم بهم توضیح بدی که نمیتونی باور کنی. آره خیلی بمبه. کلا میگم یکی از چیزایی که خیلی جذاب راجع به کلا فیزیک، کسایی که خیلی مثلا ساینس رو دنبال میکنن، اینه که تو میفهمی تمام این جزئیات، همه چیزایی که دور اطرافت. بس من اینو یه دونه‌شو دارم، صدام خیلی برای خودم بده. همه این چیزایی که مثلا دور اطرافته، مثلا دقت میکنی بهش، لامپه چجوری کار میکنه، تلویزیون چجوری کار میکنه، LED چیه، اولد چیه، میکروفون چجوری کار میکنه. بعد همش بیسیک خیلی ساده است. مایکروویو من نمیدونم چه اختی کار میکنه، ولی البته میدونم. ولی میدونی چه اختی اختراع شده؟ مایکروویو؟ آره. نه. یارو توی جنگ بودن، بعدش هم یه چیز می‌خواستن درست کنن که بتونن انمیو مثلا سلاح بوده دیگه. بعد که داشتن این مایکروویو پخش میکردن، یکی از کسایی که تو اونجا بود یه شکلات داشته اونجا، بعد شکلات آب میشه و انجام میفهمن که که ما این داغ میکنه. عجیبه. آره خیلی جالبه. حتی میتونی آزمایش هم بکنی، حتی میتونی اون ویو لنگثش، اون طول موجش رو اندازه بگیری. نه شکلات تخته یا رو بذاری توی مایکروویو، اون دیس وسطش رو بردار، بعد که نه چرخه، چون چرخیدنش اصلا فانکشنش همینه، چون چند تا پیک پوینت داره که اونا داغ‌ترین میشن، برای همین ظرف میچرخه که همه جا داغ بشه. اون ظرف رو بردار، یه شکلات تخته‌ای بزرگ بذار و مثلا بعد 20 ثانیه 2 تا نقطه‌اش آب میشه، خیلی بیشتر، و میتونی اندازه بگیری که اون طول موجش چقدره. و پشت مایکروویوت بخونی، فرکانسیشو میبینی، تقسیم به 1 رو اون تقسیم بکنی، اون طول موج در میاد. خب الان که تو دنیات مثلا فیزیک در لول دکترا رفتی بالا، گفتی چند ماه دیگه هم گریجویت می‌کنی، یعنی مثلا نیست اپلای کرده. آره بکس. واسه همین الان تو دنیا رو همه چی رو تو این حالت می‌بینی، نه؟ یعنی مثلا حتی مثلا میگم موموکو دختر من بهش یاد دارم که اگه نوشابه رو نصفه بخوره بعد کج بذاره وای میسته. خب آره. بعد این کارو هر وقت میریم رستوران میگه میتونم نوشابه بگیرم، میگم آره. بعد میریم با دو میگیره، میره به هر کی بغل ما هست میگه میتونم یه چیزی نشون بدم، اونو میگن آره بهش نشون میده. بعد مثلا تو اینو بد نشون بده اینجوری، خب وزنش شده نصف برابری میکنه وایس میدید. نه اونجوری نیست. اتفاقا من واقعا مثلا یه بچه واقعا هیجان دارم بابت تمام این چیزا. میدونی آخه مثلا دو تا چیز داریم، یکی اونایی که تئوری کار میکنن شاید اونقدر اون حس، اون شوق مثلا بچگانه رو ندارن که خیلی مثلا مشتاق سری چیزا رو امتحان کنن، ولی اکسپریمنتال فیزیستا فکر کنم بیشتر تو این داستانن، چون مثلا تو لب تو هی داری چیزای مختلف امتحان میکنی، یه چیزای مختلف مثلا درست میکنی، مثلا کار میکنه، بعد چیزی بهش فکر کردی میری تو لب انجامش میدی، مثلا درست میشه. خیلی حس باحالیه. برای همین کار دستی و کسایی که کار لب انجام میدن، مثلا منم کلا منم اکسپریمنتال فیزیستم، برای همین خیلی مثلا یعنی الان این عنصر جدیدی که مایکروسافت درست کرده، تو کار در واقع تش میشه مثلا اگه مثلا تو بهتر کنی اونه. خیلی مختلفه. ببین کلا خب فیزیکس خب خیلی چیزای مختلفو در بر میگیره. یه توضیح برام بده. مثلا من گاوم دیگه، واسه یه گاو توضیح بده که آقا فیزیک تو وقتی میخواد بره چه آپشنایی داره، هم تئوری چه جوریه، همین اکسپریمنتال چطوریه، چقدر باید درس بخونی، چی کارا میتونی توش بشی. یه 5 دقیقه 10 دقیقه واسه ما رو توضیح بده. من خیلی دوست دارم چیزا یاد بگیرم. بچه‌ها ببخشید اگه بدونید. ببین کلا فیزیک، حالا آره نمیخوام خیلی هم بورینگش بکنم یا خیلی مثلا ببرمش تو آموزشی، ولی با چیز جالبشو میخوام بگم، ساید جالب، همه جاش جالب از دید من، ولی ساید جالب ترجمه برای همه بگم اینی که خب ببین کلا 3 تا دنیا داریم تو فیزیک. یه دنیای کلاسیک داریم، یه دنیای کوانتوم داریم به اصطلاح، اینا همشون اورلپ دارن و اینا همشون یکیه در است، ولی میتونیم به 3 تا گروه تقسیم بندی کنیم به راحتی. یه دنیای کلاسیک داریم، یه دنیای کوانتومی داریم به اصطلاح، یه دونه هم که مثلا استرونومی و اخترشناسی. کلا میتونی تو این 3 تا دنیا مثلا ورود بکنی و توش مثلا یکم تخصص پیدا بکنی. دنیای کلاسیک فیزیک درس میشه همون مثلا نیوتن و لاگرانژ و معادلای مکانیک و نمیدونم همه این چیزا چجوری کار میکنه، نیرو، گشتاور، نمیدونم تسمه اگه تناب مثلا اینور داری اینور یه قرقره داری بکشی چجوریه، آسانسور، جک، وسایل، همه چیزایی که ما دور اطرافمون داریم، حتی ماشین مثلا، که خب
خلاصه شد، یعنی بیسش اون چی میگن فاوندیشنش مال فیزیک قاعدتا، روش همه مهندسی ها بنا شده. یعنی مهندسی برق، مهندسی مکانیک و همه مهندسی ها همه اون چیزا رو گرفتن، اپتیمایزش کردن تا دسته و بردنش توی مثلا واقعیت، شروع کردن براش ابزار درست کردن. یه داستان میشه حتی یه فیزیک این وسط هم داریم که یه جورایی یه پاش اینوره یه پاش اونوره، به اسم فیزیک نیمه رسانه ها که شروع ترانزیستور بود و شروع کامپیوتر. یعنی تمام قصه کامپیوتر با شناخت نیمه رسانه ها بود که سیلیکون معروف ترینشه. حالا سیلیسیوم فارسیشه، سیلیکون چیزی که همه میشناسن، چون مشکل داریم تو فارسی سیلیکون همه به اون سیلیکون میشناسن، یعنی حتی اون ماده سیلیکون هم میگن سیلیکون، خود عنصر سیلیکون هم سیلیسیومه، ما از اینجا به بعد بهش میگیم سیلیکون. بعد دیگه آره این مثلا میشه فیزیک نیمه رسانه ها که دیگه داستان چیپ درست کردن و ترانزیستور و همه این قصه های کامپیوتر و تمام انقلابی که وجود اومد توی تکنولوژی بود. بعد فیزیک کوانتوم که خب قاعدتا خیلی هم استفاده میشه، یه بخش خیلی جذابشه که بخش راجع به مثلا اجزای زیر اتمیه که حالا اتم چه همه مثلا به اتم دیگه تموم میشه داستان دیگه، یعنی شما دیگه اتم و الکترون و پروتون رو دیگه فکر کنم حدودا همه میشناسن دیگه. شما میری مثلا اتم رو بشکافی نه بشکافی که مثلا داخل اتم یه الکترونه، یه هسته اتم، همین. ولی خب مثلا کسی که دیگه میره تو کوانتوم و یا مثلا ذرات اتمی میخونه دیگه میره سراغ اون داستانای زیرش و چه اتفاقاتی میفته از این صحبت. آره یه کوارک و هیگز فیلد و فیلد و میدان و همه این چیزایی که دیگه خیلی پیچیده میشه و خیلی خوب جذابه برای مثلا فهمیدن کلا دنیا. بعد کلا اخترشناسی هم که چیزای بزرگاستی به اصطلاح میشه میگن دنیای بزرگاست، یعنی سیارات و منظومه و دیگه یه سری چیزاش که مثلا خیلی جذاب تره، بحث گرانش و میدانهای گرانشی و فضا زمان و تمام این چیزا رو مثلا میتونه از اون ور پوشش بده. بحث کاریش یا مثلا کسی که بخواد مثلا فیزیک الان اکتیو کار کنه یا میره بحث تئوری که خب تئوریشو میخونه که مثلا چیا الان داره انجام میشه، که هر چیزی میتونه بخش تئوری داشته باشه. حتی کاری که من دارم میکنم مثلا تو گروه ما یکی دو نفر هستن که تئوری کارن یا سیمولیشن کار میکنن یا تئوری کارن، احتیاجه بهشون. یا حتی مثلا مهندسینی که مثلا سیرکت دیزاین میکنن از اینجور چیزا. ولی آره این بخش تئوری میشه. بخشی که الان عملی به نظر من خیلی باحاله بیشتر بایو الکترونیکسه، چون چیزی هم که خودم دارم کار میکنم روش به نظر من چیزی که واقعا قدم بعدیه توی علمی که دم دست، یعنی مردم بتونن حسش کنن. چون مثلا اتفاقی که سر کوارک و اینا میفته رو مردم زیاد نمیتونن حسش بکنن، نمیتونن پروداکتش رو بخرن، نمیتونن باهاش ارتباط مستقیم برقرار کنن. ولی مثلا بایو الکترونیکس، ویربل الکترونیکس، اینایی که مثلا میپوشی، سنسورایی که روی پوسته، تمام این چیزایی که مثلا ما داریم چیزی که شاید مثلا تو چندین سال آینده خیلی مثلا قابل دسترس باشه و همه بتونن مثلا استفاده بکنن. این به نظر من چیزی که مثلا خیلی باحاله و خیلی جا براش هست که مثلا از رشته‌های مختلف بیان کمیستری، فیزیکس، مثلا همه اینا میتونن با هم مثلا توی این سابجکت فعالیت کنن. خیلی باحاله. ولی آره میگم توی دنیای خیلی بزرگ همه هر چیزی که تو داری میبینی دور اطرافت قاعدتا فیزیکه. من الان یه سوال دارم. دنیا رو هرچی میری بزرگترش نگاه میکنی میبینی تمومی نداره و هنوز همه چی میک سنس میکنی. مثلا کهکشان هم که نگاه میکنی میگن تکنیکلی این داره دور اون میچرخه، این داره دور این میچرخه، تاش همه دارن دور یه دونه اصلی است که اون وسط همه دارن دور این میچرخن. آره. بعد از اون ورم که میری تو یه چیزی هرچی کوچیک‌تر میکنی اونم هی بزرگتر میشه. آره. این رو چی میبینی؟ یعنی این مغز من درد میره وقتی بهش فکر میکنم. یعنی ما یه چیزی این وسطیم، بعد دو طرف اون اینطوریه. چرا دو طرف اونجوری بزرگ شده ولی ما این وسطیم دقیقاً؟ خیلی عجیب، خیلی سخته سوال. یعنی اصلا اینتویتیو اصلا نیست. ببین تو زمانی که میگن مثلا 2 به علاوه 2 میشه 4، 3 به علاوه 3 میشه 6، این هم مثلا خیلی ساده است. میتونی تصور بکنی 2 تا سیب داری، 2 تا پرتقال داری، اینا رو بغل هم میذاری، تعدادش زیاد شد. خیلی چیزیه که برای ما خیلی بعضی ما خودمون رو دست بالا میگیریم. یعنی ما آدمو فکر می‌کنیم که خیلی خفنیم، یعنی خیلی عجیبیم و ما باید از همه چی سر در بیاریم.
در صورتی که این چیزی هم که ما میدونیم به نظر من خیلی زیاده تا الان. یعنی اینجوری تونستیم یه سری چیزا رو بفهمیم، راجع به یه سری چیزا معادله بنویسیم و کار کنه برامون. یعنی مثلا کوانتوم فیزیک اول خود اینشتین تو سال مثلا 1920 میگفت ایدهش میک سنس میکنه تا یه حدی، ولی اصلا غیر منطقی از لحاظ ریاضی. اصلا یعنی چی این اتفاقی که داره میفته؟ یعنی چی یه ذره اینجاست یه ذره اینجاست، اینا اگر 10,000 کیلومتر هم با هم فاصله داشته باشن رو هم اثر میذارن تو ثانیه، یعنی حل با هم بهش میگن کوانتوم انتنگلمنت. من اینو فهمیدم پراکور کم ریخت. اگرم اشتباه نمیگم آمریکا و استرالیا تستش کردن، درست میگم؟ آره از لحاظ ریاضی تست یکم فیزیکیش هنوز آنچنان مثلا انجام نشده به اونجوری که ریاضیشو مثال میزنن اینا هر چقدر از هم دور باشن با هم تو ثانیه انجام میدن، ولی از لحاظ ریاضی کار میکنه. و چرا ما به اون ریاضی اعتماد داریم؟ چون اون ریاضیه باعث شده که ما پیش بینی کنیم، پیش بینیمون درست انجام شد. همین کامپیوتر کوانتومی که ما الان داریم دقیقاً طبق همون ریاضی داره کار میکنه و داره کار میکنه برامون. اینجوری نیست که بگیم همینجوری مثلا یکی واسه خوش داره یه سری فکرا میکنه و داره انجام میشه. و راجع به این که میگه هر چقدر آره حرف اصلی اینه که اینتویتیو اصلا نیست. یعنی اینجوری نیست که آدم بگه آره دیگه همینه دیگه، همین بود که من فکر میکردم بهش. اصلا اینجوری نیست، خیلی خیلی پیچیده است و همین پیچیدگیش هم متاسفانه باعث میشه که خیلی ربطش بدن مثل چیزای دیگه‌ای که ما نمیتونیم بفهمیم. یعنی میگن کوانتوم فیزیکس قابل فهمیدن نیست برای آدم، ماجیک به نظر میرسه. یعنی چه الکترون پدیده تونل زنی داره، یعنی چه از یه جسم سالید رد میشه، میتونه اون و از این ورش بره از اون ورش بیاد بیرون. اگر این امکان پذیره، اگر فیزیسیستا دارن راجع به همچین چیزی حرف میزنن، پس 3 تا نقطه میتونه مثلا فلان چیز هم وجود داشته باشه یا فلان چیز هم میتونه واقعی باشه. چون و حقم میده آدم به همه کسایی که شاید اینجوری فکر بکنن. چون چقدر 99% هر اتمی خالیه توش، درست میگم؟ آره دقیقاً. آره در اصل ما دنیا تشکیل نشدیم، دنیا خالیه تکنیکی. دقیقاً. آره یعنی اصلا همین تاچ کردن آدم بهش فکر میکنه، یعنی 2 تا انگشت تو در اصل تاچ نمی‌کنی هیچ چیزی رو. یعنی فقط یه 2 تا فرمیونن که اجازه ندارن توی یه دونه نقطه با هم باشن، برای همین هم دیگر دفع میکنن و خیلی عجیبیه. یعنی آدم وقتی خب حالا بهش فکر نمیبینی که واقعا این همه پوینت میکنی که آقا ما تو بازی چه بازی؟ مثلا فکر کنم مثلا کال آف دیوتی سیمولیشنی. آره مثلا کال آف ارث. نه به نظر من اینجوری نمیبینم. میگم اینا یه سری مسائلی که دیگه واقعا هی میشه نظر هر کسی، چون چیزی که نمیشه مثلا اثباتش کرد، جهان‌های موازی و نمیدونم اینجور چیزا. ولی قشنگه اینجوری بهش فکر کردن که خیلی جذابه، یعنی خیلی باحال. به نظر من اصلا یه بمب میشه همه چی و اصلا یه جور دیگه میشه. ببین به خدا انقدر بازیه که اصلا نمیشه باور کرد. آره دیگه دقیقاً این اتفاقایی که میفته ها، مثلا من به شوخی نمیکنم، من یه جای تو اتاقم هست خالیه، خب هیچی توش نیست و من خیلی دوست دارم چیزی بذارم اونجا چون خیلی خالی به نظرم میرسه و هیچ وقت نمیتونم هیچی پیدا کنم بذارم. یعنی رفتم گلدون خریدم گذاشتم، میز گرفتم گذاشتم، هر چی میذاری غیر عادی احمقانه است، به درد نمیخوره. بعد دیروز سر یه داستانی من یه یخچال گیرم اومد الکی، یه یخچال کوچولو. من گفتم بذارمش تو اتاق، مثلا نوشابه بذارم اینجا، شبکه نوشابه خنک اینجا باشه. بعد برم تو اتاق دیدم خب یخچال بزنم تو اتاق حجم میبری زشت و اصلا این احمقانه شد، گند زد تو اتاق. بعد کلش هم عقب نرسید. بعد صبح که بلند شدم اونجا نگاه کردم گفتم راستی اونجا میشه؟ بعد گفتم نه دیگه یخچال اونجا جا نمیشه. بعد رفتم متر کردم 48 اونجا یخچال 47. خب یعنی مثلا انگار اتاقو ما دیزاین کردیم که یخچال بذاریم اونجا بعد دورش بسازیم. مثلا یکی بچه‌ها گفت چه جوری میشه این اونجا جاشه؟ گفتم میگم که بازیه. آره من اتفاقا چیز کردم همین جوری که من به تو مسیج دادم و دمت گرم که انقدر مثلا چی میگم احساس کلا باز بودی روی این موضوع که مثلا بتونیم با هم گفتگو کنیم. به پاشا هم من همین کار کردم. پاشا مجلسی هم من دنبال میکنم و میدیدم توی یوتیوب.
بعد اتفاقا اونم یه ویدیو درست کرده بود تو یوتیوب راجع به چیز بود، فکر کنم راجع به قانون جذب حرف میزد همچین چیزی. بعد خب من برام جالبه، کلا من خیلی گفتگو کردن دوست دارم و مخصوصا با آدمایی که خب با خود شخصیتشون حال میکنم و اینا، یا مثلا حالا با پاشا با سیستم فانش با تو. خب مثلا دیده بودم خیلی از ویدیوهایی که مثلا راجع به حالا یا بیزنس بوده یا راجع به همینجوری راجع به کالچر، راجع به فرهنگ، راجع به باز بودن اینا صحبت کرده بود، باز بودن افکار صحبت کرده بودی، خیلی مثلا برام باحال بود. بعد به پاشا مسیج دادم گفتم که آره مثلا اگه دوست داشتی حتی اصلا کامera لازم نیست باشه، فهم یکم مثلا با هم صحبت کنیم راجع به این داستان قانون جذب و اینا، چون اینم یکی از داستاناییه که یعنی من خودم مثلا دغدغمه یه جورایی با همه اطرافیانم، بحث این داستانه شبه علم طوری که مثلا از کلمات مثلا علمی استفاده میشه ولی خب داره یه چیزی پیام دیگر رو مثلا میرسونه، یه جور دیگه مثلا گفته میشه و خیلی باحاله. یعنی یه مقداری کلا تو آمار احتمالی همه چی رو ببینی، خیلی چیزا براشون مثلا توجیه هست و بایس آدم نباشه، مثل حس شیشم دیگه. مثلا تو دیگه مثلا فهم کنی که آره هر موقع احساس میکنم مثلا فلان چیز داره میره تو پاچم، مثلا درست فکر کردم، یا فلانی داره نگام میکنه از پشت، مثلا حس کردم که مثلا درست داره، مثلا برمیگردم اینم یکی داره نگام میکنه، در صورتی که مثلا شاید تو 20 بار مثلا نگاه کردی پشت تو مثلا دیدی چه میدونم مثلا 4 بارش درست بوده، 5 بارش درست بوده، ولی اون 4-5 بار یادته، بعد اون 15 بار کلا اصلا فراموش شده. یعنی منطقیه که واقعی نباشه، میفهمم. آره قطعا، ولی خب آدم دوست داره که چون جذاب داستانه نه شده. ولی چون ما انقدر نمیدونیم، من میگم یه زمانی به یارو گلگاو زبون میدادی دلش خوب شه، شب یعنی آتیشت میزنن میگفتن جادوگری، یعنی نمیتونه انسان بفهمه که آقا خب یارو دیده اینو خوردهش در نگرفته، گفته بیا با تام بگم. یعنی خب ما همین تایسون گراس که من خیلی دوستش دارم میگه که شامپانزه با ما 1% فرق داره. بعد میگه خفن ترین کاریو که انیشتین شامپانزه میتونه انجام بده از نظر ریاضی، که مثلا دایره رو بذاره تو دایره یا مثلا چه میدونم یه کار اینجوری بکنه، بچه‌های ما تو سن 5-6 یاد میگیرن که اینا، یا 3-4 یاد میگیرن. پس میگفت انیشتین مانکی که فقط 1% ما فرق داره با بچه 3-4 ساله برابره. پس برای یه دونه خیلی مثال خوشم میزنم، میگفت نمیتونی بهش بگی آقا فردا ساعت 3 میام میبینمت، میگفت این جمله رو نمیتونه بفهمه، میگفت از این آسان‌تر چیزی هست. خب پس برای مانکی این یه چیز غیر قابل فهمه که من فردا ساعت 3 یعنی چی، فردا یعنی چی، ساعت 3 یعنی چی، اصلا هیچ چیزی نمیتونه بفهمه. ولی برای من و تو یا یه بچه 9 ساله و 8 ساله دیگه خیلی ساده است این فهمیدنش. و حالا من فکر می‌کنم این چیزایی که اینطوریه یه چیزی چون نمیشه همه دیوونه باشن، همه میگه من آقا فقط 5 بار رو یادمه. خود من مثلا این مثال واقعی واسط میزنم، من شروع کردم سنگین دارم قمار رو میارم تو زندگیم، نه به خاطر اینکه میخوام برم قمار بازشم یا پولدار شم یا پولامو ببازم، این دوست دارم این بازی و این جیگولی بازی که میشینی تو هواپیما میری وگاس و هواپیما پیاده میشی، از هواپیما پیاده میشی این در خرطومیه که میای بیرون یه دونه ماشین اونجاست با فاصله مثلا 3 متر، میشینم همونجا مثلا 1 ساعت 2 ساعت بازی میکنم، بعد میرم غذا میزنم، بعد یه بازی میکنم 5 ساعت تو فرودگاه میکشه میام بیرون. میدونی چی میگم؟ ولی مثلا یه تشکیلاتش یه تشکیلاتی داره، مثلا حال میکنم، مثلا میرم اونجا میری بازی میکنی، میبری خوشحالی، تیپ به همه زیاد میدی، میریسه احمقانه که نمیخواستی بخری میخری، میبازی میای بالا شروع میکنی همه زندگی تو سوال کردن چیکار کنم، میخوام فکر کنم چجوری بیشتر پول در بیارم. یه چیزیه که دوست دارم این کاراشو. خلاصه و توی 1 سال گذشته که رفتم فقط باختم، یعنی هر دفعه رفتم 20 بار رفتم هر دفعه باختم. به خاطر همین گفتم که آقا من چیز میکنم، الان شروع کردم روی بازی کردن با کارا، دارم سعی میکنم تمرین کنم و روش خیلی خیلی سخت میبازم، کوچولو میبرم ولی خیلی هم سخت میبازم. یه سیستمی دارم چیه بازیش؟ باکارا که دو تا کارته یا با آره 2 تا کارت تو میگی، 2 تا کارت اون ور میگیره، بعد هر کی که نزدیکتر باشه به 9 به 10 میبره، یعنی 9 بهترین چیزی که دیلره یا با یه بازیکن دیگه. دیلر رو بازیکنه ولی تو میتونی هم پول بذاری رو دیلر هم رو بازیکن، هر دفعه فقط یه بازیکنه. فکر کن مثلا بلک جک رو تصور بکن، یه دونه دیلر بازی میکنه، یه دونه جلوش میذاره، بعد میگه تو هم انتخاب کن کی میخوای باشی، میخوای دیلر باشی یا میخوای بازیکن باشی.
و این خیلی بازی خوبیه و اینا. تو بهترین بازی که تو کازینو میتونی بکنی، بیشترین آدز داره، 46% احتمال این چیز داره، احتمال برد داره. و به خاطر این من خیلی این بازی رو دارم روش کار میکنم. حالا توی این بازی یه دونه بت داره که میگه اگر مساوی بشن چپ و راست بهت 8-1 پول میده، یعنی $5 بذاری $45 برمی‌داری. گفتم خیلی خوب، من هیچ این بهتر نمی‌کنم. بعد یه روز داشتم بازی می‌کردم، یهو بعد اینجوری نیست که مثلا هر دفعه میگه بگو دارم بازی می‌کنم، یهو مغزم میگه تایو بذار. بعد میگم بابا ولم کن، تای کجا، 20 دفعه تای ولم کن. بعد تق همون دست تای میفته. بعد دوباره مثلا 7 دست بعد 15 دست بعد دوباره مغزم میگه تایو بذار. دوباره نمیذارم، دوباره میفته. خلاص آقا من چون دارم الان هر روز 1 ساعت تمرین میکنم، میخوام ببینم چقدر طول میکشه، چه جوری میتونم بالا پایین کنم. با پول $5 دارم بازی میکنم، چون وگاس که میرم $100 میشه. الان با $5 بازی میکنم که ببینم آدز چیه و بالا پایینش چطوریه، یاد بگیرم. شروع کردم گذاشتن، یهو مغزم میگفت الان بذار. آقا گذاشتم، اومد. بعد توی یه دستی که 57 دست کارت بازی شد، مغز من 3 بار گفت بذار، هر 3 بارش اومد. خب بعد من میگفتم ببین این نمیتونه کوئنسیدنس باشه. من نمیتونم کوئنسیدنس 2 بار مغزم به من میگه بذار، بعد میگم برو نگو من پولمو ویست نمیکنم. بعد چون میبینم میاد میگم که اوکی، چون من دارم یه بازیو میکنم، من پروسسور میخوام یاد بگیرم. من نمیدونم اینجا گمبل کنم پول در بیارم، میفهمی چی میگم؟ من دارم اون پروسسور یاد میگیرم، اصلا کاری ندارم با بتای دیگه. یهو این وسط مغز من روشن میشه، یه سالش میگه بذار. بعد تا حالا 2-3 بار شده دستمو زدم، بعد همون موقع بت کنسل شده، یعنی گفته دیگه تموم شده نمیتونی بازی کنی. تایم ولی گفتم نمیخوام، اوکی میذارم. اینجوری توی این فاز که نمیخوام تایم تموم شده. بعد دوباره اومده. خب بعد من میگم واه. خب بعد اصلا نمیتونی باور کنی چقدر اتفاق میفته. بعد الان که مثلا یه 14 روز هر روز دارم این کارو میکنم، دارم میگم ببین این خدایی پترن داره، یعنی اینجوری نه که پترن داره، مغز من پترن داره. میگم چه جوری داره اینو گس میکنه، هر دفعه از هر 10 باری که میگه بذار 7 بار میاد، 3 بار نمیاد. میفهمم. آره خب ببین جالبیش اینه دیگه. ببین همینو تو خیلی راحت میتونی توضیحش بدی، یعنی اصلا چیزی نیست که توضیح براش نداشته باشی، چون خیلی این معنی حرفه‌ای بودنه دیگه. چرا مثلا یه آدمی که خیلی پروفشناله، مثلا یه اجرا کننده خفنیه، یه خواننده خفنیه، یه مثلا ورزشکار المپیکیه، مثلا این یه مقداری مخصوصا ایرانی‌ها اینو داریم مثلا یکم چون ایشالله ماشاءالله‌اییم، یه جورایی مثلا خیلی وو توری مثلا دوست داریم اینجور چیزا رو خیلی بیشتر، شاید نسبت به آلمانی‌ها که مثلا من خیلی میشناسمشون. بعد مثلا میگیم که مثلا نکنه یارو پاش لیز بخوره، مثلا حتی مثلا خوانندمون میره روی استیج خراب میکنه دست میزنیم براش، مثلا میگی بابا خیلی کار سختیه، همین که یه بارم خراب کرد دمش کم. یعنی یه اینجور آدمای لوتی هستیم، میدونی؟ و وقتی معنی حرفه‌ای اینجا معلوم میشه که مثلا یه خواننده میره 20 بار چون تمرین خیلی زیادی کرده، میره پرفکت پرفورمنس انجام میشه، مثلا همه تدارکاتش، دوربین، همه چیز سر جاشه. این مغزم اینجوری کار میکنه، یعنی کلا وقتی که شما مغزو بهتر مثلا متوجه بشی یا بشناسیش، من خودم اصلا نمیدونستم این دنیای عجیبو، یعنی اصلا نوروساینس انقدر جذابه که شاید من مثلا خیانت کنم به فیزیک، مثلا یه روزی برم سمت نوروساینس، انقدر جذابه. چون من یه دیوایسی دارم درست میکنم، یه ترانزیستور، یه نوع خاصی از ترانزیستوره که هدف نهاییش اینه که مثلا ایمپلنت بشه توی مغز. یکی از کاربرداش اینه. بعد به سبب همینم مثلا من خیلی با نوروساینتیست‌ها صحبت کردم. بعد تو وقتی متوجه میشی که مغز مثلا چجوری فکر میکنه، چجوری یاد میگیره، چجوری سوار به داستان بدن، چجوری کنترل میکنه خیلی از چیزا رو، اصلا واقعا دیوونه میشه آدم که چقدر مثلا این حساب کتاب داره و چقدر من در جریانش نیستم اصلا. آره این داستانش خیلی جذابه. همین تو که اینجا خب به منم بگو دیگه، من که همینجا. آره دیگه دقیقاً، چرا ما نمیتونیم با هم ارتباط بگیریم؟ یعنی مشکلت اینجاست که آقا چرا من و تو نمیتونیم؟ مثلا من دوست دارم صبح پاشم ولی تو نمیذاری صبح پاشم، مثلا تو این مایا هست.
دقیقاً همچین حالتیه، میدونی؟ چون واقعا همین دیگه، همین مثال سادهش، تو دوست داری شکر نخوری، مثلا دوست داری فلان کار نکنی، ولی نمیشه، میدونی؟ انقدر راحت تو دستش میگیره همه چیزو که اصلا باورش نمیشه مثلا چی شدی و مثلا وارف همه چی، داستان از بین رفت، هر چیزی که میخواستم انجام بدم. حالا پوزیتیوش بحث اون جالبی داستانش که مثلا الان برای تو پیش اومده، معنی حرفه‌ای هم همینه. ببین کسی که مثلا پوکر خیلی بازی میکنه، اون لفظ فیلینگ رو استفاده میکنه، میگه فیلینگ هم روی این عدد است، یا فیلینگ این دست، مثلا این دست این عدد این عدد بیاد مثلا برام خوبه، هر چیزی. ببین تو یه چیزی هست به اسم نوروپلاستیسیتی، نمیدونم میشناسیش یا نه. نوروپلاستیسیتی یعنی کلا نحوه یادگیری مغز، نوروپلاستیسیتیه. کلا سیناپس ها و تمام نورونا به هم وصلن توی مغز و تو به هر چیزی که یاد میگیری این نتورک رو میسازیش و هی تکرارش که بکنی، انگار که مثلا یه مثالی من توی ویدیو دیدم خیلی جذاب بود، میگفتش که یه چمن فرض کن، مثلا یه خیابونه، دیدی یه قسمتیش چمن کار شده، بعد بعضیا دیگه نمیرن دور بزنن رو چمن رد میشن، بعضی مدتی که مثلا این مثلا 6 ماه میگذره، اون راه افراد دیگه چمن رشد نمیکنه، یه جور له میشه و خاکی میشه، قشنگ تو میتونی رد رو ببینی. اینم دقیقا همینه، وقتی که یه سری کار رو زیاد انجام میدی، اون کانکشن نورونی جوری سفت و مثلا انرژی سیوینگ میشه به اصطلاح، چون کلا مغز سیستمش اینه که انرژی سیو کنه، مگه نه اگه قرار بود همش هی کار کنه که اصلا این بالا مثلا آتیش میگرفت. کلا 20 وات مصرف میکنه برق توی کل بدن ما، 20% انرژی تو کل روزی که ما داریم مغز مصرف میکنه و نباید بیشتر از این باشه. برای همین خیلی خودش اپتیمایز میکنه، دائم در حال اپتیمایز کردن خودشه، راههایی که کوتاه‌ترینش باشه، روش‌هایی که مثلا داره فکر میکنه به چیزایی که داره فکر میکنه. و یه کسی که مثلا پوکر بازی میکنه به مدت مثلا خیلی طولانی، یا اصلا هر بازی، یا اصلا رانندگی، هر چیزی که اسمش یادگیریه، تجربه است به اصطلاح، تو ناخودآگاه توی مغزت یه سری پترنا ایجاد شده بدون اینکه بهش فکر بکنی. یعنی چشمت داره میبینه بدون اینکه آگاهانه بخوای به اون قضیه فکر بکنی. تو وقتی مثلا دستای مختلف رو میبینی، دیگه هر دست نمی محاسبه کنی، یه جورایی یه چیزی یه صدای درونی بهت میگه که آقا این عدد بعدی اینه، در صورتی که اون محاسبات داره انجام میشه توی ذهنت. یعنی یه سری دلایلی داشته که مثلا اون حسو داشتی و اون میتونه مثلا اون احتمال اون حدس درست تو ببره بالاتر، همچنان احتمال اسمش، ولی خب مثلا میتونه به حدس درست‌تر نزدیک‌ترت بکنه. یه همچین سیستمی میتونه توضیحش باشه که مثلا یه سری آدمایی که پروفشنالن مثلا خیلی میزنن رو خال، دقیقاً میگن میدونستم که این قراره بیاد. مثلا من خودم عاشق رولتم، مثلا هر موقع مثلا میرم کازینو، دوستم که خیلی رولت بازی کنم، 3-4 ساعت میشینم باش. بعد مثلا جالب، با اینکه میدونم، با اینکه مثلا ریاضیشو خیلی خوندم، باز مثلا این گول خوردنه، این طمع کردنه، این خارج از احساسی کار کردنه خراب میکنه همه چی. آره من الان نامبر 1 بعدم میاد میرم رو انگلیسی. من الان شماره ببخشید منم خیلی کلمات انگلیسی استفاده کردم. نه تو که مثلا نشینم، حالا شاید چون من خودم نمیفهم وقتی یکی بهم بگه. حالا من مهمترین چیزم اینه که دیسیپلین تو از بین نبر. و یکی از دیسیپلینا اینه که رویای بتای دور و بر نمیتونی بت کنی، نه این یکی باشه، اینا رو بیخیال شو. اینا رو شانس، اینا تقریبا دیگه کاملا میشه گفت اینا رو شانسه دیگه. یعنی تو اگرم بتونی مثلا باهوش باشی و فیسا قورس بشینه پشت این میز، مثلا شاید بدون 80% بگه بعدی به نظر من 80% این میشه، ولی بازم 80% 20% میتونه نشه. واسه من گفتم نه بعد هی مغز، برای همین مغزم میاد میگه بت کن بابا من میخوام دیسیپلین یاد بگیرم، نمیخوام بکنم. بعد امروز 3 تا دست کلا 6 تا دست بازی کردم، تو 6 تا دست 3 بار مغزم گفت بذار تای، بعد 3 بارش تای اومد. خب بعد تو اوریج بازی هر 25 دست یه دونه تای میاد. این دیگه خیلی این دیگه خیلی خفن بوده. خب من اینجوری بودم
یه خبری هست. یعنی نکن دیگه، داری دهنمو سرویس می‌کنی، نمیخوام الان رو چیز دیگه بت کنم. مثل صفر رولته، منم رو صفر رولت اینجوریام، میگم صفر میاد الان واسه من فقط رو صفرم، من همیشه رو صفر و دور و بر صفر. من همیشه یه دونه میذارم، من یه کوین همیشه یه دونه چیپ رو صفر بذارم. من اصلا یه تایمی رد میشدم فقط میذاشتم رو صفر، میومدم وای میستادم، هر وقت میز رولت میدم وای میستادم 3 دفعه میذاشتم روی صفر میرفتم. و یه روزی که خیلی کونم سوخت رفتم دم یه میز رولت وایسادیم با النا بودیم، گفتم النا بریم پایین، من خب رولتمو بزنم بعد بریم مثلا فلان چیز. رفتم پایین، رفتیم بالا سر میز رولت، تخته نگاه کردم زده بود 0 0 5 0. چه بودم چرا؟ خیلی عجیبه. واسه که از لحاظ ریاضی کاملا اوکیه. آره از لحاظ ریاضی کاملا اوکیه که 100 تا مشکی پشت سرم بیاد. آره من گفتم چرا من 15 ثانیه یا 10 دقیقه دیر رسیدم، گفتم چرا من الان نمیدونم مثلا بیاد اینو واسه تو تعریف کنم بگم یه بار اومدم پایین گذاشتم 0 0 اومد، گذاشتم 0 0 اومد، گذاشتم 0 5 اومد، گفتم دوباره 0 اومد. چرا این داستانا رو بعد تعریف کنم؟ آره دقیقاً اینجور چیزایی که خیلی دیگه خارج از چی میگن اون حس داخل، حسیه که آدم همینجوری داره که آقا مگه میشه بعضی موقع پیش میاد. ببین مثلا اینو واسه مثال بزنم، داشتم همین مزخرفی که داشت به تو میگفتم که آره مثلا من اینجوری اینا رو به چیز دیلر میگفتم، نشستیم شما هم بازی میکردیم، مثلا 3 صبح بود من بودم اون، بعد داشتیم ما هم بازی میکردیم، بعد بهش گفتم که آره من خیلی بد شانسم، نمیدونم چرا اینجوری هر کاری میکنم میبازم، دارم دو تایی بازی میکنم، 3 تایی بازی میکنم، یه دسته بازی میکنم، دبل آپ میکنم، اسپلیت میکنم، هر کاری میکنم هم میبازم، نمیدونم چی دوستان. گفت نه اینا توهم تو رو عدد و اینا. گفتم ببین میفهمم آدم اسکولی نیستم، اصلا به هیچ چی شروع باور ندارم، ولی انقدر دیدم میگم این نمیتونه رندوم باشه. گفتم الان میخوام بدید ثابت کنم؟ گفت اوکی. گفتم من تا حالا نشده همه پولمو یهو بذارم و ببرم. گفتم هر وقت که من تمام پولامو میذارم یا بتم اگه مثلا اوریج 50 میکنم 300 100% همیشه باختم. گفت اوکی. گفتم بیا همه پولامو براشم گذاشتم. بعد کارت اول بهم داد آس، گفت ببین چرت میگی، بهترین چیزی که میتونه بیاد دیگه. گفتم وایسا نمیدونم خودم نه خوشحالم بودی یا نه فقط منتظر وقت بودی؟ نه من میدونستم میبازم اصلا هیچ نوع چیزی نبود که نکنید برای نه اینجوری بودم که این احمقو ببین آس اومده گول خورده، این مثلا 2 سال پیش منه گناهی بیا سر تو بمونم، اینجوری بودم. بعد گفتم وایسا، بعد به خودش 6 داد. بعد من اینجوری کردم 4 بعد به من 3 داد که جمعش میشد 4. خب من حالا اینم یه چیز دیگه است، من وقتی میگم 4 واقعا نمیدونم قراره 4 بیاد یا جمعش بشه 4، ولی به مرگ مادرم یکیشون اتفاق میفته. یعنی یهو مغزم میاد میگه 8، بعد میگم تو رو خدا بده بهمون، نده به من، تو رو خدا بده بهمون، من تقریض جلوی من میگم خب یا مثلا میده 4 و 4 یا میده 5 و 3. خب اصلا نمیتونی باور کنی. حالا anyways بعد به من داد، خلاصه من شدم 4. بعد گفت میخواد چیکار کنی؟ گفتم هیت می. یه دونه 10 بهم داد، شدم 14. گفتم خب بیا 14 چیکار کنم؟ گفت آره خیلی 14 تخمی ترین عددی که میتونی باشی. گفتم خیلی خوب من هیت نمیکنم. گفتش که اوکی. کارت خودشو برگردون. کارت اولش که 6 بود. بعد وقتی کارت اولش اومد برگردونه من گفتم 4. کارتشو برگردون شد 4. بعد شد 10. نه بابا. بعد گفتم 10. تو با تحقیقات بشه زاره. گفتم 10. بعد 6 گذاشت. خب شد 16. بعد گفتم 4. بعد 4 گذاشت شد 20. بعد به مرگ مادرم دارم میگم. بعد زنجیر سرشو بالا کرد، من نگاه کرد گفت You called everything. خب به جون جمله خانم دیلره بعد قبلش گفتم میخوای بهت ثابت کنم بیا. بعد با آس شروع شد، یعنی من با آس هم باز بک‌ارد نکردم که نداده فلان اینا. یارو رفت و 20 شد. خلاصه اصلا نمیتونی باور کنی یه چیزایی میبینی اصلا پر و کرکم ریخته. واسه همین آره این عصبی شدم. عجیب غریبه. گفتم آقا این باید نامبر باشه. این میفهمم همین چیزایی که این دارم میگم. اگه تو زندگی من بودی تو میگفتی سوئیل پشما. الان میفهمم چی داری میگی. نمیتونم الان بیاد تو یه دفعه بدین. میفهمم. ولی بازم اگه دوباره تو جای من بودی میگفتی که دیوس باشه، ولی میدونی که این رندوم نسه. آره دیگه.
ولی بعضی موقع انقدر نزدیک به اون چیزی که آدم فکر میکنه که آره دیگه گفتم واقعا شد، مگه خیلی خیلی حس عجیبیه. ولی یه داستان خیلی معروف هست راجع به همین آمار احتمالات. یه زوجی هن، یه داستان نمیدونم مال چه سال، فکر کنم دهه 1900 خورده ای بوده و نمیدونم که اون زوج توی آمریکا بودن یا کانادا. خلاصه یه زوجی بودن و با هم میرن کاپلی فرانسه، توی یکی از خیابونای فکر کنم پاریس داشتن راه میرفتن. بعد توی مغازه کتاب مثلا دست دوم فروشی میرن داخل، بعد دختره کتابو برمی‌داره، یه سری کتابو، یه کتابو برمی‌داره، صفحه اولش میبینه که دستخط خودش، اسم خودش روش نوشته شده، کتاب اهدایی که از بچگیش از یک کشور دیگه، نمیدونم کانادا بود یا آمریکا، مثلا اهدا کرده بوده، سر از یه دونه دست دوم فروشی توی پاریس بوده که مثلا بعد از مثلا 20 سال 30 سال میره و دوباره میبینه. از این داستانهای خیلی عجیب غریب زیاده و واقعا عجیبه و خیلی سخته. حالا داستان من میدونی چیه؟ فکر کنم من هر کتاب خونه میرفتم یه کتابمو پیدا میکردم. آره دیگه تو الان این داستانو اینجوری یه بارش چی بگم الان؟ یا مثل اونی که مثلا تو هر 5 دقیقه آشنا ببینی مثلا تو خیابون. آره خیلی عجیبه این دیگه عجیبه. بعد میگم النا میفهمه. النا اولش ما هم مثلا رابطه برقرار کرده بودیم، یه چیزی بهش گفتم، بعد مثلا اینجوری بود که همونجوری که تو اندر میشنوی اوکی. بعد یه 4 سال بعد مثلا بهش گفت تو تازه میفهمم تو چی میگی. میگه چرا اینجوریه؟ بعد دیروز همین از لحاظ کسی که فیزیک خونده تو باید هر دفعه اینو به من ثابت کنی تا من بتونم قبول کنم که اتفاق خاصی داره. آره دیگه نمیشه دیگه، خودم من به خاطر اینکه کار امتحان بکنم قبول نمیکنم و میگم که چیزه، ولی بعضی موقعا بهت ثابت میشه که یه خبرایی. آره نه بهت میگم تا حالا یک بار اتفاق نیفتاده. به این فکر کن یک بار تا حالا نشده که من یهو بگم قاطی کنم، بگم همه پولم کاجونام بگه جایزه، بعد روی میز من هر دفعه این اتفاق داره میفته، یا این داره اینو میبره یا این داره اینو میبره یا اون، ولی برای من نه. عجیبه. کازینو کلا ریاضیه دیگه، قشنگ جنگ ریاضی و آدمه. آره برای همین شروع کردم با کارو بازی کردن. گفتم که آقا این که شانس من نباید اینجا مطرح باشه، این باید رو قانون ریاضی و رندومنس باشه. پس بازی من غیر عادیه، بذار من بازیمو عوض کنم ببینم چیکار میتونم کنم. هر بازی کردم باز باختم تا رسیدم به این با کارا دارم تمرین میکنم. میگم فعلا خوب بوده. یعنی ولی اصلا یکی از دلایلش فکر کنم که همین الان اومد ذهنم، فکر کنم اصلا به همین دلیله که انقدر کازینو محبوبه یا کلا انقدر گمبلینگ و انقدر شرط بندی محبوبه، چون به خیلی ها فکر کنم این حسو میده که آقا من همه فکر میکنن، حالا یا یه چند باری بهشون ساخته یا یه اتفاق براشون افتاده، به نظر من کسی نیست که مطمئن بدشانسه و به ادامه بده به شرط بندیش. یعنی همه احساس میکنن که خوش شانسن، همه احساس میکنن که میتونن این دستو ببرن، برای همینه که اصلا من میخوام بهم ثابت شه بدشانس نیستم. میگم بذار یه بار ببرم میگم اونوری لج کردی. آره میگم مگه نمیشه هر دفعه اشتباه رو انتخاب کنم؟ یعنی خود این من جایزه داشته باشه که آقا یارو هر دفعه اومده هر چی دست گذاشته اون یکی بوده، گفته آبی قرمز، قرمز آبی، قرمز و آبی رو گذاشته سبز اومده، یعنی دهنت سرویس. آره میدونم تو اونوریشی. خب حالا این کار آدم توی درسایی که میخونه یه چیزا یاد میگیره. حالا مثلا کسی که شیمی بلده، مثلا چه میدونم، یا مواد، یکی از رفیقام بود شیمی میخوند توی دانشگاه، بعد اینجا کوکولی برمی داشت میبود دانشگاه پیوریفای میکرد که تمیز بزنه. تو از این کارا کردی؟ کار باحالت چیه؟ تو فیزیک چه کار باحالی میشه که اصلا لیزر درست کنی، مثلا بزنی شورت معلمو بسوزونی از دور؟ نه متاسفانه کاری که من کردم سنسور من ساختم، سنسوری که مثلا چه میگم میزان سدیم مثلا توی تعریق و بگه و این چیزا باحاله. بعضی موقع مثلا درست میکنم دیوایس رو تست میکنم با خودم، یا مثلا چه میگن محلول آمادهش هست مثلا. ولی نه متاسفانه من اونایی که مثلا خیلی سیرکت بازن، اونایی که خیلی مثلا الکترونیک کارن، اونا مثلا خیلی چیز باحال درست میکنن. من خودم مثلا دوستا پیج هستن تو اینستاگرام میبینم خیلی باحالن، مثلا این بلنگوهای کوچیک درست میکنن، همه چی رو ریموتی میکنن و فلان. سیرکتای مثلا چیزای بهش میگن ماژول فکر کنم،
ماژولای مختلف میخرن مثلا، بعد به هم وصل میکنن، مثلا یه ماژول بلوتوث مثلا، یه به اسپیکر، بعد برقا رو روشن میکنی شروع میکنه آهنگ خوندن. این کارهای عجیب غریب مثلا اونایی که الکترونیک بازن میکنن. ولی نه متاسفانه کار ما فکر کنم طول بکشه تا زمانی که بشه یه کار مثلا ایمپلنتش کردیم مثلا یه کار خفن باش کرد. ولی باحاله آیندهش فکر کنم جالب. الان کاری که مثلا نورالینک داره میکنه مثلا خیلی خفنه، خیلی خفنه. حتی چیزی که واقعا داره میکنه خفنه، ولی فکر کنم 2% آدمو بدونن واقعا داره چیکار میکنه. فکر کنم قراره تراشه بذاره و نمیدونم زبان یاد بگیری باهاش و یه سری چیزا میگن اصلا تو اینترنت آدم دیوونه میشه. ولی کاری که واقعا دارن میکنن خیلی خفنه. نمیدونم حالا چقدر تو دیدی یا خوندی، ولی کلا کار جالبیه خیلی. آره من که خب کاراشو خیلی دوست دارم، همیشه هم دنبال میکنم داره چیکار میکنه. و همین که مثلا آدمایی که مثلا فلجن شروع کردن کامپیوتر استفاده کردن، یارو داره گیم میزنه، خیلی باحال. فکر کن یارو آره دیگه همون ارتباطه که مثلا ما داریم به عنوان همینجور طبیعی و داره وصل میکنه برامون و دقت کاری که چون هیچ کسی، چون میدونی همه چی پوله دیگه، یعنی مثلا تمام پروژه‌های خفنی که داره انجام میشه کافیه که فقط یه سری افراد فوکس کنن روش، یعنی مثلا یهو شروع کنن پول خرج کردن راجبش. همون اتفاقی که مثلا راجب کامپیوتر افتاد، راجب اینترنت افتاد، اگر یهو فاز بگیرن روش کل دنیا میترکه. یعنی اصلا یه اتفاقای عجیبی توش میفته، همه چی یهو امکان پذیر میشه. یعنی مثلا ما الان سولار سل داریم و خوب داره سلول خورشیدیامون اوکی ان، ولی مثلا افیشنسیش مثلا 20% مثلا 25% ایناست. بعد ولی چون آنچنان فعلا ملت روش، یعنی ملت که نه دولت ها روش سویچ نکردن که بخوام مثلا پوشش کنن و خیلی پول بریزن توش. برای همین اگر مثلا یوهو فاز بگیرن که بیفتن روی این داستانهای بایو الکترونیکس و نمیدونم اینجور چیزا، اصلا این عجیب غریب از توش در میاد. یعنی اصلا هم بحث مثلا سلامتیش برای کسایی که خیلی مثلا احتیاج دارن، هم کلا یه سری قابلیت‌های خیلی باحال، بحث ویژن آدم، بحث کلا حالا ای آی هم باش میکس شه که یه چیز بمبی میشه. ولی خب نمیکنن دیگه، مودیه. آینده رو دوست داری یا میترسی ازش؟ خیلی دوست دارم ببینم، همزمانم میترسم ولی خیلی هم دوست دارم ببینم. واقعا دوست دارم که مثلا 50-60 سال دیگه ببینم که چه جوری میشه. و میگم باز اینم مثلا خیلی ها فکر میکنن که یه وارن بافت یه حرفی زده و میگفتش که هیچ وقت تکنولوژی باعث نمیشه که غذا خوردن ملت عوض شه. فکر کنم چیزی بود، بحث این بود که میگفت چرا کوکاکولا رو اینا رو میخری همیشه، چرا اینا رو داری؟ میگفت چرا تک همش، چرا تک نیست هر چیزی که داری؟ میگفت شاید تکنولوژی همه چیز عوض کنه ولی نحوه غذا خوردن آدم‌ها رو چرا عوض نمی‌کنه. برای همین فکر کنم مثلا یه سری چیزا تغییر نخواهد کرد. مثلا مبل ما همین مبل خواهد موند 50 سال آینده، 100 سال آینده شاید. یا تلویزیون به نازکی که الان هست دیگه تقریبا به لیمیتشیم. اینجوری نیست که حالا هولوگرام ممکنه بیاد ولی قرار چیزی من شنیدم آیندهش این که تمام پنجره‌ها میشن تلویزیون. آره دیگه، مثلا پنجره یا مثلا دیوارا، مثلا الان حتی ال جی داره روش کار میکنه فکر کنم، یه دونه وال پیپر دارن که مثلا کل دیوار میتونه اولد باشه، ارگانیک الیدی باشه. مثلا اینا مثلا باحاله، خیلی باحاله. یا همین اصلا ای آی اسیستنت ها، کلونی کردن خودت، یعنی که مثلا ربات باشه بعد تو خودتو ایمپلنت کنی روشون، خیلی اینا اصلا جذابه. ولی نمیدونم چقدر طول میکشه و اصلا اجازه میده فرهنگ و آدم‌ها اجازه میدن که به اونجا برسه، چون تکنولوژی که میتونه بره. آره. ولی مشکل اینجاست که ببینیم میذاریم ما به اونجا برسه، یعنی یوهو جنگ و بیل کشین قبل از اینکه بخواد اصلا به اونجا برسه، چون خیلی هضمش سخته برای همه، خیلی سخته. همین الان این کاری که ترامپ داره میکنه با آمریکا و نمیدونم کانادا و مکزیک و اروپا و مثلا منطقی نیست دیگه. همین اینا کن تو مثلا داری کجا توپ میزنی، اون یارو داره کجا توپ میزنه. آره دیگه، دقیقاً وقتی آدم میفهمه که اون چیز داخلیمون هنوز درگیر چه چیزاییه، اون حیوان داخلیمون هنوز درگیر چه داستاناییه، آدم میگه که ای بابا مثلا. ولی خب این همیشه بوده دیگه، همیشه مثلا دوران جنگ جهانی بودن کسایی مثل اینشتین و بور و شرودینگر و اینجا آدمایی که مثلا دنیا رو تغییر دادن.
تو همون دورانی بود که ملت داشتن نارنجک تو سر هم می‌زدن. اینا همیشه فکر کنم پارالل بودن با هم دیگه، همینجور موازی داشتن پیش می‌رفتن. امیدوارم واقعا جنگ تموم شه. آره اون بدترینشه که به نظر من هوموسپین رو من دیدم خوندی پشتت بک‌گراند داشتی. آره یه دونه اون بره یه دونه این. آره یه دونه اون بره. عجب کتابیه. آره حالا داستانش فقط سریع برات بگم چون اینو بچه گفتم میدونم. یکی از دوستام که پروفسور دانشگاهه بهم گفت اینو بخون. بعد گفتم راجع به چیه؟ گفت راجع به اینکه انسان از کجا اومده و این حرفا. بعد وقتی گوشو قطع کردم گفتم من میدونم آردی همه چی رو راجع به اینکه انسان از کجا اومده و این حرفا. واسه من کتابه واسه من بی خوده نمیشه حسن میشم بخونم. بعد یه رو بعد مغزم میگفت که مادر سگ حمایه پروفسور کتاب خونده میگه خوبه تو میگی من میدونم اولاغی واقعا. بعد سر همون موقع رفتم خریدمش. بعد صفحه 3 که بودم تمام اطلاعاتمو که تا حالا بلد بودم و کاور کرد، یعنی همه رو گفت با دیتیل بهتر. یعنی مثلا میگم اوه من اینو اشتباهم تقریبا بلد بودم. صفحه 3 به بعدش دیگه همه جدید بود. واو خیلی خوب، خیلی بمبه، خیلی کتاب بعدیش هم خوندی؟ نه آره اونم یه مقداری میاد حالا آینده رو میگه، یعنی تو کتاب بعدیش در اصل نصفش همین کتابو دوباره به صورت خلاصه میگه، نصفه دومش میاد دید آیندهشو میگه، حالا اینکه تو آینده چه اتفاقی قرار بر آدم مثلا میتونه بیفته. خیلی کتاب به نظرم بهترین کتابی که من تا زندگی خوندم، واقعا کتاب بمبیه، همه باید بخونن. واقعا این حرفتو قبول دارم. این کتابو هر انسانی باید بخونه، بعد تصمیم بگیره میخواد مسلمون بشه یا میخواد مسیحی بشه، بعد تصمیم بگیره که بره جنگ یا نره جنگ. یعنی قبل از اینکه کسی این کتابو نخوند و امتحان روش نتونه پس بشه نباید هیچ جا بتونه اصلا نوت کنه نه آره دیگه دقیقاً. من اصلا میگم چیزی هم که دارم اصلا همین الانم که اگر هر فعالیتی مثلا میکنم توی فضای مجازی تک و توک بابت این قضیه اینه که واقعا من دوست دارم که هر آدمی میدونی حداقل بدونه یه سری بیسیکو، میدونی لازم نیست حالا بره راجع به کوانتوم بفهمه همه چی و یا راجع به فلان و فلان، ولی مثلا اینکه چرا آسمون آبیه رو دیگه باید بدونی آدم، میدونی مثلا اینکه لامپ چجوری کار میکنه، اینکه مایکروویو چیه، اینکه امواج الکترومغناطیس چیه، این یه دونه رو تو خدا یه دونه رو بدونین امواج الکترومغناطیس چی ان. اینقدر نگی مثلا فلان چیز سرطانزا وای فای فلان چیز، این واقعا مهمه به نظر. خب بگو من بچه‌ها بگو که کسی که فکر میکنه وای فای سرطانزا یه آماری بگیره. امواج الکترومغناطیس یه طیفی ان، یعنی کلا یه بیسش خیلی پیچیده است. اینکه میدان الکتریکی چه میدان مغناطیسی چه اینا با هم وقتی نوسان میکنن تو فضا انتشار پیدا میکنن بهش میگن امواج الکترومغناطیس. این تئوریش. در انتها یه طیفی دارن از بی‌نهایت، بهش میگن یه سینوس شکلیه که همه میدونن، بهش میگن طول موج هم داره، همون که اول گفتیم به جای مایکروویو که میشه اندازه گرفت. این هرچی کامپکت‌تر، هرچی با هم نزدیکتر باشین طول موجش، فرکانسش بیشتره، انرژیش بیشتره. یه رنجی از این امواج الکترومغناطیس رو توی فرآیند فرگشت چشم ما میتونه ببینه، ماش میگیم نور، که اون طول موجه بین 300 نانومتر تا 700 نانومتره. نانومتر هم خیلی کوچیکه. بعد از بالای 700 نانومتر بهش میگن چی میگن؟ بهش میگن فرو سرخ که فرکانسش خیلی کمتره. بالاترش و کوچیک‌ترش رو که فرکانسش بیشتره، طول موجش کوتاه و کوتاه‌تر میشه، هی میره تو نانومتر و مثلا چند نانومتر میشه فرابنفش یا گاما و ایکس و همه این چیزا، همه‌شون امواج الکترومغناطیسن. یعنی از امواج رادیویی و ماهواره‌های مثلا ماهواره تلسکوپ‌های رادیویی و امواج رادیو اف ام و اینا که مثلا تو ماشین هست و موبایلامون و وای فای و همه اینا امواج رادیویی ان. بعد میرسه یه کم انرژیشون بیشتر میشه، مثلا همین 5G و اینا همشون همونن، فقط هی مثلا طول موجا کوتاه‌تر شده، انرژیاش بیشتر شده یه کوچولو و انرژی بیشتر میشه دورتر بره. انرژی بیشتر بشه پنتریتش بیشتر چیز میشه، نفوذ پذیریش بهتر میشه توی مثلا اجسام. نه فعلا راجع به مثلا بدن اصلا کاری نداریم، یعنی اصلا نمیتونه توی بدن نفوذ بکنه یا مثلا ریاکشنی نمیره، حالا نمیتونه نفوذ بکنه که نه، یه توی عمقی میره ولی ریاکشنی با بدن اصلا نداره و همین. و حامل اطلاعات میتونن باشن، انرژی با خودشون حمل میکنن، یعنی امواج میتونن حامل انرژی هن. آنتن هم همینه دیگه، تا آنتن قدیمی ها رو پشت یه سیخ بود، یه دونه اینجوری بود، چند تا سیخ بغلش بود، اون یه متال بود. بعد این امواج الکترومغناطیسی که میاد میخوره به اون متاله که سیخه،
بعد این میرسه بهش، هرچی الکترون اینجا هست و شروع میکنه باش نوسان دادن. طی فرکانسی که نوسان داره میشه دیتا خونده میشه و تلویزیون شما یه چیزی میبینی. به همین سادگی. یعنی تو کل فضا دائما امواج الکترومغناطیسی پخشه و تو اون آنتنی که داری درست گیرندشه و شروع میکنه با اون امواج با اون مدل خاص نوسان پیدا کردن و تبدیل به دیجیتال شدنش و 0 و 1 رو میخونیش. چیز عجیب غریبی نیست اصلا. و همه حرفم اینه نور، یعنی اون چیزی که ما لامپ روشن میکنیم، امواجش از لحاظ امواج الکترومغناطیسی و انرژی خیلی بیشتر از تلفن همراه و وای فای هر چیزی که ما نمیبینیم به اصطلاح. یعنی اگر قرار باشه چیزی مشکل ساز بشه، هم لامپیه که داریم. الان مردم از این فهمیدن لامپ هم خطرناکه. لامپ هم فردا همه جا خاموش. خب پس بیس روی این من میخوام پادکست رو تموم کنم و چون که گفتی لامپ خطرناکه و تکنولوژی هم دوست داری، من این کارو میکنم. Alexa turn off podcast. Turn off the podcast. واو.